خونه که کجا رفته بودیم کجا میبری دوما جو؟ میرم سلام میرم. خب خیریت. خب میسری چای میخوردی؟ چای بینه کار کار دارم میرم. میگم خونه که سو وقت بریش. همین تا بدر شده یک چرخم تا زمینا خود دیگه خوب هواییه به خاطر. هوا خوبیه. آقا چای کو تیار بیدک چای میخوردیم ما میرفتیم. خیلی میرم نه خود کار دارم میگم. خب عباس جو برفتی به پیار خو مادر خو سلام بگو. چش و علیکم سلام. کوکو خسرو چیزی ما به شما میگم. به شرط شما قبول کنیم. نمزاد میگفت که عباس جو امسال ما گوسفند لندی نکشتیم مثلا پول نبوده اقتصاد ضعیفه گفت اگر میتونی یک گوسفند لندی با ما بیا ما هم که شکر خدا 50 60 گوسفند داریم شکر داریم انا ما گفتم که ما میرم قضا که یک گوسفند لندی میارم اپیار میگه شما خبر دارید تو آدم سختیه فقط از گپانیه تو باشه شما بگم ما میرم به سرا اگه گوسفندا به سرا بود یک قرار که دیگه میدونم میارم اگه به سرا گیلک برده بود میرم از سرا پیش گیلک یک میارم فقط این گیلک برام شاید خبر شه دیگه کسی خبر نشه ایالان یک دم میپرسم نگه که عباس اون گوسفند لندی آورده اصلا گپ بالا نکنیم اون گوسفنده که قراره که دیگه دستی اونا لندی کنیم خیلی بینه دوما جو دل جمع باش من خود من دل میبود که همیتا برای تو بگم اون تو روم نشد نمزاد بگو سعی کمی دوماد میگه دیگه به خاطر خسور من امسال میبینی خود تو که وضعیت من خیلی خرابه راست میگه میفهمم اگر نه که من هر سال لندی میکردم امسال که ندارم چند دفعه دختر من یاد کرد که هر سال بابا لندی میکنی چرا امسال به فکر ما نشدی ما خود دیگه باش نشد که بگم من پول ندارم یا دستم تنگه میرم ماستم گفتم برای تو اگه باشه بگم که گوسفند اگه میشه از پیار خوبستو بیاره قیمت هم پرسان کو که لاقل تا 12000 بیشتر نباشه که زور من نمیکشه یوش کشین کاکو خسرو من 100 شما پیاز رزه میکنم شما به گپ ما نرسیدیم واقعا من چی میگم کاکو خسرو اگه به غرض نباشه خامال شما برای پیار مدت و گوسفند به غرض بستون چیزی نمیگه میده به شما گوسفند واقعا من از این میگم اون گوسفندی که من میارم میته بخشی و نمزاد خو میارم شما مثلا یک دم یاد نکنید و پیش پیار می مدر که باز گوسفند لندی آورد یک جان تشکر خیلی شکر خدا 60 تا گوسفند داریم یکی معلوم نمیشه خدا گوسفندا شما خیلیه واقعیت هم خیلیه یکی که ما بیارم معلوم نمیشه این که بخشیشی یا امتیازی میاری با خانم خود دیگه چیزی گفتن نمیتونم خیر بینی یک جان تشکر خیر بینی من میایم خب برو میرفتی چاش تر میستادی نمیرفتی اول وقت کار دارم نمیشه بریم سعی کنم گوسفندم خدا حافظ سلام بگی پیار و علیکم سلام آتش به جان من نمی بود سلام علیکم مامان رو چطوری جان جون خوبی؟ شکر الحمدلله چی گپای؟ قراریه کجا بیدین کجا میری؟ رو به خونه میرم مامان روز خوب شو شمار بدیدم مامان روز ارزانه خواهشن التماسونه میگی لگ بچه خوب بفهمون خود شما میفهمید تا آدم یک پل گندم کش میکنه او میده شوره میده او را آماده میکنه خون به کواری آدم خوش میشه من همون جگا به هم سردمین بالاخره دل مروش برده و گیلک دیدون قراری کرده گوسفندا خو یله کرده به تا گندم یعنی همین کار خوبی کرده به تا گندم شما؟ بله یا گوسفندای قراری کرده بیام تا زمین گندمی ما وقتی میبینیم گیلک قراری کرده خو برده گوسفندای هم بیام به تا زمین گندمی ما یعنی همین کارا خوبیه که گیلک بچه شما میکنه کسی جو من بچه خود میگم که ببرک در می جوای یله که وقت بگریزی های من نمیگم که تا گندم های و تا سویستا مردم یله کنه بفهمیدی او که البته دل خیلی برده گوسفندا بیاد تا گندم آمده دیگه بخشیش باشه معذرت میخوان لولو من میفهمم که تو یک پل گندم کش میکنی چقدر زحمت داره مامان رو سعی کنی آنیو بلکه نگاه کنی بسته کوچول فرض گری که گوسفندا خو بیاره گلک یله در این جگا مگری بیای تا زمین گندمی ما بیاره کجی جان برار خوب بگردون نور چشمه برای میگم تیمی کوچا که وقت بگریزیه و تیمی کوچا بچرم گوسفندا خوب خب نه دیگه مامان رو زحمت داره خیلی داره اونا که به دروغ همون تو گندم از زمین بالا نمیایه آدم مگر زحمت کشه حالا ما بگفتن که
بدروغ بالا میای کن باز زحمت کش که تو میگه نماز سرس کنه دیگه چلو گیلک بگیریم برا در بهی رقم نمیشه او رو همسایه داری برو رفیق داری ما بگیر لگه چی نمیگو نیکه گردن ببند باشه او رو سرخ بالا میکد و به تمون این گندومی میزد و که یک دانک میزد خوبه برای میگم خوبه رو بفتاریم یک کنو از همسایه گیری ما سوی استفاده کوکو نکنیم دیگه من میرم گیلک میگم که حواس رو جمع کنه که کجی طور به تعجیب میزنه که گسمنده خود دیر میزنو بیخی دیر به تعجیب میزنو چه کار میکنی؟ بیخی شما میترسوم شما پیر بچه خوب میتونی دست خانجون بچه بازی گپ و موف خیلی یاد گیری دل دردمنده مرا نبود بی تو دوا خبر قلب مرا بشنوی بی وفا خبر قلب مرا بشنوی بی وفا واپس بلار میشی مایم بیا مرا یار بگیر مونس و غمخوار بگیر برای خود یاره که من یار وفادار بگیر بله بیشتری میگم شکر جانجوره فضل خدا زنده بشی کجا بدی؟ اسفندان دیو سال بودم تو بیشتر تو باشه بیام پیش تو خبرگیری تو کدی شب برفتیم خونه خسر خو سو وقت بیا اون گل جو نه بابا من خیلی بودم خیلی بود یا لوکه خیلی بودم دیگه من دیگه بیام اونم چیگه پایه تو دیلا اشته بدن زن برار من خوب بودم همه خوب بودم خوشی تو هم خوب بودن خسر تو خلاص تعریف میکنم خسر می خوشی و نوزباد می یعنی گیلا خوب ایت تعریفی نمیکرد از تو که گیلا خیلی بچه خوبیه بله راست خیلی بچه آرومیه با کسی کار نداره کسی بزو کار نگیره بزو کار نداره نه کشمیش نوردی به من یاد مرا گیلا باید دفعه برو خوردنی چی داره کیسا خود اینا تخمه دونه پیشکو نخود تکونیه که بدن خود میدازی دندان ندارم دندان ندارم گلی جو یک گپ میگم برو جو خوب که پنجگان بابا هم نیش کنیه فهمیدی با شرط به حرف من بکنی برا را می خوبه شوره گیلک چکه میفهمی زمستان وقت لندی های بفهمیدی دوشه و نوزباد مقرایی که به ما گفته که عباس اگه با ما یک گوسفند لندی بیاری چه کار میشه ما امسال گوسفند نکشتیم یک گوسفند بیار بیتره با ما دیگه من گفتم که ما خوب گپ بینی باش ما با گیلک برا خو میگم بلکم یک گوسفند بده گیلک من با بابا نگفتم با نانه نگفتم خدای ورستی بابا و نانه از زیر سیر شنون نمیخورم راست میگی پیال مادر ما سختیه گیلک جا بیاند پیش تو و تو یک پینجه پیلم میدم بفهمیدی به شرط گیلک که شطور دیدی ندیدی نه بابا نه نانه هیچ کی خبر نشه هم یک گوسفنده که قراره که دیگه میدونم میبرم به خسر خو خسر خو یا به زن خو با اون خونی خسر خود اگر زن رو میخواد از این گوسفند لندی پینجه بابا یک دم گوسفنده تلاشی کردم چی گیل جو چی میگم بپلیدم اتازی گوسفنده یکی معلوم نمیشه ایانان یک دم بابا میگه که یک گوسفند دیگه کجای خور بخویند و گوه ندیدم مثل شغال برده باشه گلگ برده باشه برو خور بگرد چه کار خب برو پینجه بده این گپ بینی برو خداوند تو خیر بده گیل جو خیلی بچه خوبی گیل زنده بشی با خوشحال خود نزبات خود بگی گیلک پینجه ای داده میگم گیلک گوسفند داده کم کن بیا ایمان بیا که گوسفنده بکتاکه بگم دوما دینی مدره بگم دوما دینی مدره بله تکیه بگردم یادت میگه گوسفند نمیبرو چکه اومر بزه گیله چکه بزه دیگه گیله گیبه چکه اومر بزن کبرم اومر بزه گیله دیگه بره چکه باشه موچه برم از مو بردگه هموچه چکه
بزن گیلک تو برا همین برم بزن دیگه یارم اینجا بالگه همین دیگه با چنین معرضه بخوریم خوبه خوبه گیلک جو بیا که تو پولم بودم بیا عباس یک لیسته میبری میبرم بردن و جمع گیلک باشن که شطور دیدی نداره تو بگفتم حالا من مال چوقو که بگیر مرد کخه میزنه یا مثل من میتونه شو کخ میزنه یک کخه میزنه من کلاف بالی من لگ میشه کخه میزنه چهار هم 5 خیصیت مرد داریم گیلک ها 50 روپیه بدادم خب شطور دیدی ندیدی نداره تو بگفتم خوبه من گیلک یکی میبرم 60 تا دیگه یکی گم شد کشکی میبرم چکی باشه بابا خوب کشکو بابا خوب بزی گیلک تو گوسفند داخلی بر بیایم میره بگه گردن بگی گیلک گردن گوسفند بگی گردن آفرین من رفتم گیلک برو من رفتم برده بابا سلامتی شکر زنده باشین سکنین لالا رمضان یک چیزی هرو همسایه‌داری به شما میگم خب هرو دلسوزی بگو همه گوسفند چی گیلک 60 تا گوسفند داره بفهمیدین همه گوسفندای به تا گندم شما یاره با تا گندم ما گوسفندا از چه کار میکنه خودی به کدو قبرستونه که گوسفندا به تا گندم یا لکده ها خود گیلک به سر سیاه بود گوسفندای به تا گندم شما بود بچه میگم به کجا میدوی گیلک خیس کرده میره میگون اینجا شغاله برات شغال میره دیونی ای چی رقم آدم یا آخی همه گوسفندا از این سلام علیکم هر کدوم به اندازه خره اونا با شغال خورده میتونه اصلا گوسفند دارم شغال بخورده شغال غیر از اینکه مرغ خرگوشی دگه بگیره گوسفند میگیره گندمای که هنو سوز نکرد اونا هم مای خودش 60 تا گوسفند خود لقد مال کنه ایتا همه گندماش ایتا سه کنیم 60 تا گوسفند هر گوسفند که یک دان گندم که بخوره همه گندماش ما خلاص میشه گندما رو همه لقد مال میکنه همه میره برات کار کنه اونا پس شیار میکنه میزید یک قیچ چیزی من بخ کله گیلک اونجا به یک پلواش چیزی میافتاده اونجا آدم ساده لالا رمضان ما بز یک کلمه گپ بگم مرا سر خوبالا میکنه و تاجو میزنه واسه گوسفندا گوسفندا کو تا گندما رو هم میدادی شما بریم چه کنه گوسفندا رو بگردون اگه من ببینم اونجا به سر نکردم خوب کار میکنیم بزنیم